سلام دوستان، شما میدانستید که بعضی درختان به سن و سالی میرسند که میتوانند ما را به زمان آینده ببرند، لیکن همه‌شان نه، فقط همان درختانی که هزار ساله ها عمر دیدند. یک فکر کنید که آدمان به دنیا می آیند، زندگی میکنند، پس از چند سال از دنیا می روند، اما درختان همچنان ایستادند و با سر بلند رفتن و آمدن انسان ها را نظارت میکنند. وقتی آدمان به ریشه این گونه درختان دست میزنند، آنها را احساساتی عجیب فرا میگیرد، مخصوصا اگر این درختان نه تنها پیر بلکه اندازه کلان داشته باشند. امروز درباره همین گونه درختان صحبت میکنیم که آنها با اندازه های بی‌نهایت کلان و سن و سال پیرشان همه را در حیرت گذاشتند. رفتیم به پیش. برادرام بخش یک کمک реклама میکنیم. به реклама یگان خیلی ویدیو کدان نمیشه. بخش میپرسم به شما اسپانسری ویدیورولی که امروزه ما این شرکت یک ایکس میباشد. برادران عزیز، اگر شما پروموکد نکرد با حرفای کلان انگلیسی نویسین در وقت رجیستراسیون به شما 5000 روبل برای دپوزیت اول بونус تو میتین. سیلکای در کاری در زیر کامنتار ذکر بیت کردشتگی. و اگر شما خواهش گذاشتن گرانیتسا داشته باشید، زیاده از 1.5 ساله که ما که اولی реклама کردستم، به یگان کامودی با خواست خداوند ان شاء الله شما را میبره به گرانیت قزاقستان میبره. نمره در روی اکران. کدری سرخ در آذر کوینالد. متاسفانه این درختی که کلانترین درخت در کره زمین نام برده می شود تا رفت از بین رفته ایستاده است. این کدری سرخ که در آذر کوینالد در شتات واشنگتن 3 کیلومتر فاصله دارد، 10 ساله هاست که از تمام گوشه های دنیا توجه توریست ها را به خود جلب کرده است و آدم ها برای دیدن این درخت گیگانت که بلندیش 53 متر است می آیند. اگر آن را با هیکل عیسی مسیح که در بلندی کوههای کرکویدا در ریو دی ژانیرو واقع است و 38 متر بلندی دارد مقایسه کنیم، میفهمیم که این کدر از آن هیکل گیگانتی مهمان نواز قریب 15 متر بلندتر است. این درخت 1000 سال عمر دیده است و اندازه به حد کلان دارد، لیکن باریدن باران‌های سیل آور و تلپه زیادی مردم ریشه های درخت را آسیب رسانیده است. بنابراین هر کس از شما که میخواهد این کدری سرخ را ببیند، باید سالهای نزدیک به دیدنش برود، چون که بعد چند ده ساله دیگر این درخت از بین خواهد رفت. تن مخوطه. درباره سن و سال این درخت که در پارک ویکاو در شهر درگاوه ایزلندیای نو واقع است کسی معلومات عمیق دادن نمیتواند. عالمان به خلاصه آمدند که درخت بیش از 2000 سال عمر دارد. مردم آنجا این درخت را سردار جنگل نامیدند و در گردنش تابلیچکه‌ای زدند که آنجا چنین نوشته شده است: شما در نزدیکی یکی از درختان قدیمی‌ترین ایستاده‌اید. این درخت ایزلندیای نو نه تنها پیرترین، همچنین خیلی عظیم جثه است. بلندیش را نه، غوسی درخت را در نظر داریم. روی این درخت نام خدای جنگل یعنی تن مخوطه را گذاشتند و بلندی آن 52 متر است و باور نمیکنید اگر فهمید که غوسی آن قریب 19 متر است. درخت توله. بیشترین درختان عظیم جثه از شهر دور هستند و برای دیدن آنها مجبوریم چند کیلومتر به درون جنگل برویم، اما برای دیدن این درخت توله مجبور نیستیم که از شهر برویم، چون که این درخت در شهر سانتا ماریا دل توله در مکزیک واقع است. دولت اعلام کرده است که این درخت یادگاری طبیعت است و نباید نابود شود. غوصه درخت 42 متر، دیامترش 14 متر و بلندی آن 35 متر است. سن و سال درخت عمیق نیست. بعضی‌ها میگویند 2000 سال است، بعضی دیگر آن را 6000 سال میدانند. لیک عالمان فرضیه کردند که درخت 1400 تا 1600 سال عمر دیده است. این گیگانت به شهر حسن دیگر بخشیده است، اما متاسفانه آهسته آهسته نابود شده ایستاده است. به ریشه هایش آب نمی رسد و از تاثیر هوای آلوده شهر هم جای گریز ندارد. منرخ گم شده. شما هیکل آزادی را در سچیه دیده اید؟ اندازه عظیم جثه دارد. بلندی این هیکل 93 متر، اما این درختی که شما دیده ایستاده اید 98 متر بلندی دارد. یعنی تصور کنید که آن 8 متر کلانتر از آن هیکل عظیم جثه است. این درخت در سچیه در کالیفرنیا شمالی واقع است. همه درختان به این مانند سیکوی نام دارند که با بلندیشان از دیگر درختان فرق میکنند. آنها میتوانند تا 100 متر کلان شوند. منرخ گم شده را در ماه می سال 1998 یافت، اما جای آن را پنهان کردند و به کسی نمیگویند، به خاطر که این درخت را از توریست ها محافظت کنند تا این درخت عمر دیده سن سالش پیرتر شود و اندازه‌اش کلانتر. ژنرال شرمن. این درخت هم در کالیفرنیا واقع است، اما این گیگانت را از چشم مردم پنهان کردن نتوانستند. این درخت که به سیکوی های پیشینه مانند است در پارک فرهنگی سیکوی واقع است. کلانترین و وزنترین ارگانیسمی روی کره زمین به حساب می رود. درازیش 83 متر و غوصی آن 31.3 متر. غوصی شاخه کلانترین این درخت 2.1 متر. به حساب متخصصان وزن این درخت برابر 1910 تن است. برای رسیدن به این اندازه گیگانتی چند هزار سال لازم است. متخصصان پیش بینی کردند که عمر این درخت از 2300 تا 2700 سال راست می آید.
گنرال شرمن در این منطقه درخت مهمان نواز است که توریستان زیاد را به خود جلب می‌کند و گرد آن را محکم کرده‌اند تا کسی به آن دست زده آسیب نرساند. شما نیز چنین درختان عظیم جثه را دیده‌اید؟ فکر خود را در کامنت نویسید.